سوالی منکر و نکیر پاسخ گفتی؟ گفت نه. گفت طول صراط گذشته ای؟ گفت نه. گفت خداوند با فضل و کرمش گناهات بخشید و ترا داخل جنت کرد؟ گفت نه. پس این ملعون گفت این چی شادی و خرسندی است؟ این چی مستی و مغروری است؟ والله امروز این سخن در 95% اهالی این جمهوری ما شایسته و سزاوار است که گویه. اینقدر مغرور شدید، اینقدر مست شدید. مردم ای پشت کردی که دارن بدبختا و در نماز شخصی که خش تبارش حساب میکنن، در نماز شخصی که یار و رفیقش حساب میکنن، در نماز جنازه شرکت نمیکنن. اینقدر ابله شده. و کسایی که نماز نمیخونن مردنی ندارن. و کسایی که از نماز از عبادت خدا میگذرن میگریزن، این روز اندیشه نمیکنن که همین روز بسرشون میآید. همین جوانمرد بیمار نبود، سالم بود، مرد به صحتی و بیماری کار نداره، پیر و مسافر نبود، میانه عمر بود، مرد به سین و سالی تو کار نداره. اجل مقدر است از جانب پروردگار. او که اجل آمد نمیگه که تو جوانی، نمیگه تو سالمی، حبس میکنه و میگیره. وای به حالت روز سیاه میشوه او حالت ده که در نزد خدا و در نزد پیغمبر تو هیچ یک حجتی نداری. خاصتا نماز ای مسلمانا، این اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت من عمله صلاته. بعد رسید که اول چیزی که فردا روز قیامت از بنده سوال میکنن نمازش است. نماز. وقتی که جرأتی در نماز جنازه خیش تبار خدا، یار و رفیق خدا، همسایت ایستاده نداشته باشی، آخی خواب در سرت که تو سوالی او 5 نمازه، تو سوال و جوابی او نمازهایی را که هر کدامش حدی اقل 4 سجده داره، چه خیلی پیش خدا جواب میده. شیطانی که برای یک سجده ملعون شد، برای چه درس عبرت نه؟ یک سجده نزد انسان ترک کرد ملعون شد. او تو بدبخت در یک شبانه روز زیاده از 30 سجده پیش خدا را ترک میکنی. چه بوده پیش خدا؟ وای به حالت. قسم به خدا و کسایی که اهل نماز نیستن الکی اونا در حساب مرده هستن. اونا گویا زندگی ندارن، زیرا عمل شوهر نامرده قطع شدن. عمل انسان پیش از همه نمازش است. اما اون شخصی که در طول حیات نماز را ترک نمیکرد بعد مردنش هم زنده است. اون شخصی که عبادت خدا را میکرد بعد مردنش هم زنده است. الناس صنفان الموت في حياتهما و آخرون ببطن الارض احیا. مردم دو طایفه هستند. بعضی هایش هستند که در وقت زنده بودن شده حساب مردن، اما بعضی دیگر جوان مردای هستند. او کسایی که دست به کار خیر میزدند، کسایی که صدقه جاریه میکردند، کسایی که لااقل فرزندی صالح تربیه میکردند، در علم و بطن زمین در داخل خاک زنده هستند، زیرا عملشون قطع نشده، اجر ثواب عمل نیکشون نگیرند. اینا برادر را آوردنش، هزار امید و آرزو در دلش داشت، یه هم نقشه مردن نداشت. خدا کنه که عبادات خدا کرده باشه، خدا کنه که پروردگار را در همین دنیا سجدش کرده باشه. قسم به خدا کسی که در این دنیا سجده الهی را نکرده است در قیامت هرگز کرده نمیتونه، پشت شاخ میشوه. فلا یستطیعون یخلای تعالی، امر کرده میشوند به سجده اما یا سجده کرده نمیتونه. در دنیا که سجده نکرد از کجا در قیامت یا سجده کرده؟ همین قدر امید داره که مؤمن است. خداوند شاید به خاطر ایمانش، شاید به خاطر ایقانش، شاید به خاطر آنکه به یگانگی خدای تعالی ایمان داشت، به نبوت محمد صلی الله علیه و سلم ایمان داشت، به حالش ترحم کنه. دعا میکنه که پروردگار به خاطر ایمان گناهایی را که از او واقع شده است آمد رحمت نامه